فصل هستید. شما تیم فصل نیستید. شما از نظم و نظام هم نمایندگی میکنید و هم سفرایش هستید. ملت افغانستان راه حل مشکلات آینده خود در نظام جمهوری اسلامی افغانستان. دیدگاهی را که شما تمثیل میکنید دیدگاه شهروندای افغانستان است، چون حرکت ما کل شهروند محور است. هیچ افغان توریست نده ځینې افراد چې د یو ډېر کوچني اقلیت نه استازیتوب کوي د ټولو افغانانو استازیتوب نشي کوی. نام بلند افغانان در کل جهان انشاءالله تعالی بلند خواهد شد و من میخوایم از همه شما تشکر کنم که از افغانستان به بهترین وجه نمایندگی کردید. But peace cannot be just taught at the national level. So regional connectivity is absolutely essential to peace building. The future of Afghanistan is tied to the region and to the world.